ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. و به راستی که قرآن را برای پند گرفتن آسان نمودیم، پس آیا پند پذیری هست؟ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه، پس فرا گرفت حضرت آدم علیه السلام من ربه، از پروردگارش، کلمات، چند سخنی را، فتاب علیه، پس به رحمت برگشت الله جل جلاله به حضرت آدم علیه السلام. انه بشک او تعالی هو التواب، اوست نیک قبول کننده توبه، الرحیم مهربان است. ببینین که حضرت آدم علیه السلام از پروردگارش چند سخنی را گرفت. مراد از این که حضرت آدم علیه السلام از پروردگارش چند سخنی را گرفت در سوره مبارکه اعراف قبلا خواندیم. قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این دقیق ترین موضوع است. بعضی از احادیث ضعیف و یا هم موضوعی وجود دارد، یعنی قطعا ضعیف، و به تعبیر دیگر موضوعی. وقتی که گفتیم که ضعیف یعنی معنایی که سرش استدلال قطعا نمی شود. وقتی که میگه موضوعی معنایش ایسته که او را به زبان هم آورده نمیتونی، در استدلال اصلا پیش کردیش نمیتونی. یعنی استدلال دو نوع می شود. هر چیزی که تو در دین پیش میکنی باید به او سند بدی. وقتی که پیشش کردی ضعیف بود، از طرف جانب مقابل که مورد نقد قرار گرفت، کسی او را نمیپذیره، کنارش میگذاری. وقتی که گفتی حدیث موضوعی است، یعنی اصلا حق از این را نداری که در استدلال پیشش بکنی. در این باب یا حدیث موضوع یا حدیث ضعیف وجود دارد که یک تعداد میگن که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم حضرت آدم علیه السلام نام حضرت رسول الله به یادش آمد و کلمه طیبه در کنار جنت نوشته بود که لا اله الا الله محمد رسول الله، یا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و بر روی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد تا خداوند متعال او را بخشید. این تعبیر میکنه. یه حدیث ضعیف است و استدلال سرش نمی شود و نارواست که استدلال بکنه. حدیث دوم را هم پیشنهاد میکند. لولا کلما خلقت الافلاک. ای پیغمبر اگر تو را ما پیدا نمیکنیم، ما کل کائنات پیدا نمیکنیم. یه حدیث را هم مولا علی قاری از جمله موضوعات آورده و قابل استدلال نیست. پس بهترین چیزی که در اینجا است قرآن است. قرآن به ما تو تعلیم داد که و قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. فتاب علیه، پس برگشت الله جل جلاله به قبول توبهش. انه هو التواب، صیغه مبالغه است. یقینا او ذات عظیم است که قبول کننده توبه است. توبه ببینید که به معنای برگشت است. هر چیزی زنده خواهی نخواهی حرکت میکند و پیش میرود. هرگاه توقف کرد اونو به معنای مرده است. تا وقتی که چیز زنده است او آرام نمیشیند، او باید حرکت بکند و هرگاه در مسیر حرکتش با چیزی روبرو میشود که در او زور نداشته باشد که نفوذ بکند و اقرار بکند که در او نفوذ کرده نمیتونم، راه خود برگشت میکند. مثل یک ریشه در زیر زمین و پیش میرود با یک سنگ کلان روبرو میشود. باز این ریشه چون زنده است نمیگه که بسم است، مسیر خود عوض میکنه، میخواد خود به آب برساند. انسان من حیث انسان چون زنده است خود به الله جل جلاله باید برساند و پیش باید برود. گاهی گاهی با موانع روبرو می شود، گاهی گاهی با خطاها روبرو می شود. این معنی از این نیست که سقوط بکنه و استاده شود که آل خو گناه کردم دیگه، آل خو خطا کردم، آل خو اینی عمل انجام دادم، بنان خدا مرا نمیبخشه، اعاذنا الله سر جهالت بکنه و همیشه به کفریات و شرکیات و خرافات خود باور داشته باشد. این تو نباید بکنه.
نه، از حضرت آدم علیه السلام یاد بگیره و فوراً به الله بازگردد. انه هو التواب، مسلما الله قبول کننده توبه است. الرحیم مهربان است. الرحیم مهربان است. قلنا گفتم اهبطوا منها جمیعا، پایین شوید از امی جنت و جایگاه والا، جمیعا همتان، یعنی خودت، خانمت و ذریت، یا جمیعا خودت، همسرت، ذریت و شیطان که تو را اغوا داد. فاما یأتینکم، پس اگر بیاید از من به طرف شما، هدن هدایتی، فاما یأتینکم منی هدن، پس اگر بیاید به شما از طرف من هدن هدایتی، قانونی، تشریعی، فمن تبع هدایا، پس هر کی پیروی کرد از هدایت من، از دستور من، فلا خوف علیهم، پس نباشد ترسی بر بالای وی، ولا هم یحزنون، هم غمگین باشد. نتیجه اتباع از رسول الله دو چیز: در روز قیامت نه ترس داشته می باشی و نه هم غم می خوری. ترس از چیزی است که انسان تا هنوز با او روبرو نشده باشد و غم از چیزی است که او را از دست داده باشی. چند روزی که در دنیا زندگی کردی، مطابق با شریعت زندگی کرد، نتیجه چی می شود؟ اوجا باز نمی ترسی، زیرا معیار سنجش قانون خداست که به تو در دنیا داده شده است. از این خاطر تو همون کار کردی، اوجا مشکلی نمی داشته باشی. حزن چرا نداری، غم چرا نداری؟ به خاطر که چند روزی که زنده بودی در اوج اعمال شایسته را انجام دادی و ترازوی میزان برات نشان میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث زیبا میفرماید که در روز قیامت انسانها با آنچه که سخت متأثر است و غم میخورد، تأثر میکند، اظهار غم میکند، اما لحظات از حیاتش است که به اصلاح سفید است. آرام بود، خوب بود، بیکار بود، ذکر الله را نکرد، تسبیح خدا را نکرد، تحلیل نکرد، قرائه کرد، خواب کرد، بی‌معنا زندگی کرد، با وصفی که خوب وقت داشت. دو ماه وقت یا بیشتر از 2 ماه رخصتی، قرائه کرد، خانه خواب بکن، هیچ کاری نکن، هیچ کاری نکن. این بدترین حالت از حیات است، به تأثیر انسان میکند. و اگر نتیجه گرفتی در دستت نوشته می باشد. پس هر کسی که اینی زمان را، اینی وقت را از دست داد، در روز قیامت غم میخورد. کاش که اگر این کار میکردم، یعنی قواعد مدارجم بالا میره. اگر استفاده میکردم این تو میشدم، از جوانیم، از عمرم، از صحتم. نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، الصحة والفراغ. 2 نعمت است که مردم سخت رو تاوان کردن و متوجه نشدن به قیمتی از اون. یکی صحت و دومش فراغ، وقت. از وقت چرا استفاده نمیکنی؟ والذین کفروا، آنانی که انکار کردند دین خدا را، شریعت خدا را، نعمتهای خدا را، و کذبوا بآیاتنا، و تکذیب کردن آیات ما را، نشانی های ما را که پیغمبرها برش آورد، شریعت و همین کل کائنات دلیل بر وحدانیت الله جل جلاله. اولئک اصحاب النار، این جماعه از جمله اهل آتشند، هم فیها خالدون، و همیشه در آتش می باشد. این جماعه اهل آتش هستند و همیشه در آتش هم می باشد. عزیزان، مجموعه ای آیات که از استخلاف حضرت آدم علیه السلام را به ما شما حکایت کرد، چند نتیجه می گیریم. اول، تفرد الله جل جلاله به علم. الله عالم است به علم کمالش. مخلوق من حیث مخلوق کل چیز نمیداند. ملائکه الله جل جلاله میگه اینی اعلم، الله گفت که اینی اعلم ما لا تعلمون، و ملائکه میگه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. بناهن ما اقرار باید بکنیم که بسا اوقات نمیدانیم، مسائل را خوب تحقیق نکردیم، و مسائل درک خوب نکردیم، فکر برش خوب نکردیم، نتایج خوبتر جمع‌آوری نکردیم. بناهن به علمتان تو نگو فلانه میفهمید فلانه میفهمید، نه، این گپ نگو، میشود فلانه در اینجا خطا کرده باشد. نکته دوم، عظمت الله جل جلاله در این آیت به ما شما داده شد. خداوند متعال حضرت آدم علیه السلام را از خاک آفرید، در این خاک نفخ روح کرد
این خاک را اقا عظمت داد که برای ملائکه گفت که اسجدوا لآدم، به آدم سجده بکنید. الله که بخواهد این را عزت میدهد. خاکی که زیر پای است هیچ ارزشی به اشتراک به ما شما ندارد. خب وقتی که خدا بخواهد عزتش بده، این را عزتش میده. بعد میبینید که چطور عزت پیدا میکنه. کعبه خاک است، الله که برش عزت داد، میگه بیت الله، ولی فکر بکنید که چقدر عزت دارد. بیش از 7 میلیون انسان در هر سال در طوافش است. نکته سومی که انسان دارای عظمت بی نهایت بزرگی است. خلیفه خدا هست. و نفخت فیه من روحی ولقد کرمنا بنی آدم. خب با وصف اقا بزرگیش گاه اشتباه میکنه. با وصف اقا بزرگیش اشتباه میکنه. بنان ایش ناممکن است که ما بگیم ما اشتباه نمیکنیم، ما خطا نمیکنیم. این به ما داده شد. در فطرت ما عجین است که خطا میکنیم. خب این داستان به ما را تعلیم داد که از پدرتان یاد بگیرید. از پدرتان یاد بگیرید که خطا کرد، فوراً گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این را به ما تعلیم داد. خطا کردی بابا پیش نرو، به خطایت همیشه پابند نشو، نگو که ولی دیگه حال خوش شد دیگه. چهارمی که راه نجات توبه و بازگشت به الله جل جلاله است. راه نجات است. اگر میخواین نجات پیدا بکنید به الله برگردید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که انی لاستغفر الله فی کل یوم 100 مره. ما در هر 24 ساعت بیش از 100 بار استغفار میکنم. بیش از 100 بار استغفار میکنم. بنان ما شما خو پیغمبر نیستیم، ما خو معصوم هم نیستیم. اما شما خو ضروری است که استغفار بگویم. و استغفار نگوین که معنای مفهومش معلوم نباشد. خب مردم چی میگن؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله گفتن میراد. یک روز میگه حضرت علی کرم الله وجهه داخل شد، یک نفر در مسجد همون دیگه 6 تا دیگه میگه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. یک تعداد خوبی غلط میگه استغفر 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 میگه، استغفر الله نمیگه. حضرت علی کرم الله بر شما متوجه شد، برش گفت که او برادر گلم به این استغفار یک استغفار دیگه بگو که امیر خدا بر باشه. و ایران که چی میگی؟ تو ببین استغفار کی است؟ این منازل بسیار مردمای بالاست. تو باید بفهمی که میگه استغفر الله یعنی چی. خدای مرا ببخش. تو گناهت پیش رویت گذاشتی؟ تعیین گناه کردی؟ نه. ما استغفار خیلی چی میخوای؟ خب گناهت خب پیش رویش بان. تو گناهت قطع کردی که دیگه نمیکنم. اینی گناه دیگه نمیکنم. تو از همون گناهی که کردی دیگه از اون پشیمان میشی؟ تو حقوق مردم را که غصب کردی، دزدی کردی، بد کردی، او را پس برای صاحب سپردی. یعنی معنی استغفار است. این معنی استغفار نیست که تزبیر از 20 دانه اوی طرف پرت و 100 دانه شو طرف پرت. به نمیشه استغفار. استغفار مدارج بس بلند است. و آخرین نکته‌ای که داستان برای ما شما داد، کبر و غرور انسان را سقوط می‌دهد. کبر و غرور انسان را سقوط می‌دهد. غرور نکنین که شیطان وارد این میشه. شیطان غرور کرد، کبر کرد، در جاهای بسیار بلندی بود، در قطار ملائکه بود. کبر کرد، ابا و استکبر و کان من الکافرین. رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث زیبای خود می‌فرماید که لا تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا. داخل جنت نمیشین تا که مؤمن نباشین. ولا تؤمنوا حتی تحابوا. مؤمن نمیشین تا که یکدیگر را خود را دوست نداشته باشین. عالی، آنچه که دوستی را از بین میبره چی است؟ کبر است. کبر چی را میگوید؟ پیغمبر خدا علیه السلام مرد برش آمد و گفت که شاید تو فکر کرده باشه که یک تعداد زیادی ما تو فکر میکنند که کبر همیست که انسان لباس خوبی بپوشد، کالای خوبی داشته باشد، زندگی خوبی داشته باشد، شاید همین کبر باشد. و پیامبر خدا گفت که یا رسول الله ان احدنا یحب ان یکون نعله حسن. یکی از ما دوست داریم که بهترین بوت داشته باشه و ملبسه حسن، لباس خوب داشته باشه. اهذا کبرون؟ این کبر است؟ پیامبر خدا گفت که نه، این کبر نیست. الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر تحقیر کردن مردم است و پوشاندن حق. این کبر است. تو مردم حقیر بکنی، کوچک از خودش بدانی، و دومی که حق یاد داشته باشی و را پت بکنی. این کبر است. نتیجه چی میشود؟
لا يدخل الجنه من كان في قلبه ذره من کبر. داخل جنت کسی نمیشه که در قلبش ذره از کبر باشه. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن شاركني فيه أدخلته النار. قال الله سبحانه وتعالى. کبر، بزرگی و عظمت چادر از ما است. هر کسی که با این خودم ما امرای ما یک جای بکنن داخل دوزخش میکنم. خیلی به ما تو چی میزیبد؟ عاجزی، فروتنی و استغفار. بعد از این که به ما شما اول اصول داده شد و 3 گروه هم به ما معرفی شد، چون خود ما خواسته بودیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هم مسلمان شناختیم، هم کافر شناختیم، هم منافق شناختیم. داستان حضرت آدم علیه السلام را به ما داد تا بدانیم وجود خود را، هستی خود را، کمالاتی که در ما است و نواقصی که در ما است. هم جنبه قوی خود را در نظر بگیریم، هم ضعف ها و بیچارگی خود را در نظر بگیریم. بعد از مطالعه همه جانبه آل قرآن کریم نمونه از یک تاریخ به ما میده. قرآن کریم برای ما شما 3 منبع تفکر داده. خوب دقیق شوین. 3 منبع تفکر. اول خوب فکر بشناسین. فکر خیال پلو نیست. خب چرت بزنی تو مردکه وارینی که تخم در سرش بود گذاشته بود و در آن چه خود اپارت کرد. باز گفت که تخمه که فروختم و از این مرغ میگیرم. مرغ که گرفتم بازو را مفروشم، بازیرش تخم دیگه میمونم با چوچه برم میکشه. این چوچه کشید با دیگه میمونم، بالاخره یک فارم جور میشه، با پیسه دار میشم، باز میرم پاچا میشم، بازی کارم میکنم. میگم یک دفعه تکر کرد، این تخم از سرش افتید شکست. هیچ چیز هم نبود. این خیال پلو است، این حرام است. مسلمان خیال پلو نمیدونه، چرت نمیزنه. مسلمان می اندیشد. خیلی فکر چیست؟ فکر علما تعریف میکنن، میگه ترتیب امور معلومه، پیهم گذاشتن امور معلوم که با واسطه از این معلومات مجهول را معلوم بکنید. این فکر است. پیهم گذاشتن چند معلوم تا با واسطه از این معلوم مجهول را معلوم بکنید. و علما به این باور هستند، میگه فکر ودیعه الهی است که هیچگاه خطا نمی کند، هیچگاه. بعض اگر سوال شد که ما فکر میکنیم و خطا میشود، میگم نه، 2 نقص وجود دارد. یا ای که تو به اون شی عالم نیستی، شی را درست نفهمیدی، از خود فریب دادی که من میفهمم، جعلی خود در قطار علما زدی، بنان هر چیزی که تو میکنی غلط مبرد. یا ای که شی را خود فهمیدی در ترتیب غلط کردی، در جای 2 4 گذاشتی، در جای 4 5 گذاشتی، یعنی رشته را غلط تنظیم کردی، بنان نتیجه نمیدی، ورنه باید تو نتیجه دقیق بگیری. در منابع تفکر قرآن اول بر ما آسمان ها و کائنات میده. قل انظروا ماذا فی السماوات. در آسمان ها ببین چی حال است. خوب مطالعه بکن، عظمت الله را بگی، بشناس ضعف خود را، بیچارگی خدا. در خودت یک بار ببین. و فی انفسهم افلا یبصرون. ما دلایل بس بزرگی را در وجود خود انسان گذاشتیم که خود یک بار بیاندیش. 3 تاریخ بهترین وسیله شناخت است. حالی بر ما شما تاریخ میده. قرآن میگه خدا بساز. اینجا تاریخ بنی اسرائیل برات میده که الله با این گروه چی کرد، یک ذکرش میکنن و تفصیلی ذکرش میکنن، تا که چون قرآن کریم او طرف که میریم احکام میاد. از این بعد بار میگه روزه بگی، زکات بدی، وی بکو کلی گپا پسندتر ذکر میشد. حالا تو را نمونه میدهد که از خطاهای از اونها اجتناب بکنی و کارهای خوبی که اونها کرده او را در وجود خود بیاری. الله ارشاد می‌دارد یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب بن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام. اسرائیل این کلمه عبری است. حضرت عبدالله ابن عباس می‌فرماید که اصلا اسراء به معنای عبد است، ایل به معنای الله. ترجمهش اسرائیل یعنی عبدالله. یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، یاد بکنید احسانات مرا.
نعمت مرا التي انعمت علیکم، آن احسانا و نعمت هایی که ارزانی داشتم بر بالای شما. و اوفو بعهدی، وفا بکنید به عهد من که امراین بسته بودید که احکام خدا را تطبیق میکنید. خذوا بقوت، احکام را با قوت و جد و اجتهاد بگیرید. اوفی بعهدکم، تا من نیز به پیمان شما وفا بکنم، گناهایتان را ببخشم، در جنت داخلتان بکنم و عزت دنیا و آخرت را نصیبتان بکنم. برای از اینکه به انجام وظیفه عمل بکنید، با وظیفه‌تان خوبتر برسین، و ایای فرهبون، خاص از من بترسید در راه انجام وظیفه و عمل به مکلفیتان. و ایای فرهبون، خاص از من بترسید. و پیش می رود که و اوفو بعهدی ای امر است و طبیعی که امر جوابم می خواهد. اوفی بعهدکم، تا من هم وفا بکنم به عهد خودم. امام حسن رحمه الله می فرماید که مراد از عهدش این آیت خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید آنچه که برای شما داده شده است با قوت و جد و اجتهاد. الله جل جلاله جای دیگری می فرماید که ای بنی اسرائیل، احسان و نعمت‌هایی که ما با شما ارزانی کردیم او را به یاد بیارید، وفا بکنید به عهدی که با من بسته کردید. وفا چیست؟ وفا است که چون خدا عهد محکم از بنی اسرائیل گرفت، لتبیننه للناس، که صفات آخرین پیغمبر را برای مردم بدون غلطی برشان بازگو میکنید، ولا تکتمونه، و پوتش نمیکنید. این تعهد است. این تعهد را شما وقتی که در کتاب‌های گذشته، چون وقت کم است، این را مطالعه بکنین، صراحتا نسلا به نسل بنی اسرائیل به دیگرش رساندند. علت جاگزینی بنی اسرائیل در مدینه منوره در حقیقت عمود تاریخ ثابت و نشانی‌های درستی بود که در کتاب‌های خود خوانده بودند. اینا فهمیدن که اینجا پیغمبر مبعوث میشد، از این خاطر آمدن در جا و یاد بر هنگامی که گرفت خداوند متعال تعهد محکم را از بنی اسرائیل، لا تعبدون الا الله، که جز الله کس دیگر را عبادت نکنه، شرک نبیاری به الله، این کار نکنه. و بالوالدین احسانا، با مادر و پدرتان نیکی بکنید. و ذی القربا، و با اقاربتان خوبی کنید. و الیتاما، و ایتام خوبی بکنید. و المساکین، با بینوایان. و قولوا للناس حسنا، با مردم سخن نیکو بگویید. ایتو نگویید که اینا مزدورای ماست. ولی خب بنی اسرائیل چی میگن؟ نحن احباء الله، دوستای خدا ما هستیم. ولی بنی اسرائیل صراحتا اعلام میکنه کل مخلوق، کل انسان ها خدا پیدا کردن با ما برده. مثل که گو و گوسفند برای ما، شما میگن بر ما آفریده شده که ما انتفاع بگیریم. بنی اسرائیل می کل بشر به خاطر ما آفریده شده که ما سرش بار ببریم، خدمت ما را بکنه و در خدمت ما باشد. بنان مثل که گوسفند میکشیم، تو گناهگار نمیشی. اگه همه انسانی که حکم تو را میگه قبول نکرد بکشیش، هیچ گناهی نداره، از خاطر ظلم میکند و تجاوز میکند. الله میگه تو نگه وقولوا للناس حسنا، مردم نیکی بگوید. و اقیموا الصلاة، برپا دارید نماز را، و آتوا الزکات، و زکات بدهید. این تعهداتی بود که الله جل جلاله از بنی اسرائیل گرفت. اگر چنین کردید، وفی بعهدکم، من به عهد خود وفا میکنم. بیت امیر که هم از خطای شما در میگذارم و هم شما را یک قوم معزز با عزت، وفادار و خوب در دنیا نگاه میدارم. خب این کار کردن نمیتونین تا که اصل موضوعی که شما را وادار به قبول از فرامین بکنه که ترس از خداست. کسی که از خدا نترسد از او هیچ توقعی نداشته باشد. و آمنو بما انزلت و مصدقا لما معکم، تصدیق بکنه بما انزلت، با آنچه که من نازل کردم، مصدقا حال است از ضمیری که در انزلتوست. و آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، تصدیق بکنه آنچه که من نازل کردم در حالی که تصدیق کننده است تمام او ارزش ها و او پیام های الهی را معکم که همراه شما هست. این تو قرآن نیست که مخالفت بکند با ادیان گذشته. قرآن تمام ارزش های گذشته را تایید میکند. ولا تکونوا اول کافر به، و نباشید اول کافر به قرآن.
و نشوید اول کافر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. علت کفر چی است؟ چرا مردم واقعیت ها را اعلام میکنند؟ چرا پیام الهی را انکار میکنند؟ چرا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم انکار میکند؟ منافع است. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، و مستانید با آیات من پولی اندک را و ایای فاتقون. و در این باب از تنها و تنها از خدا بترسید. پول است، دارایی منافع است که انسان را وادار میکنه احکام خدا را زیر پای بکنه. چرا این کارا میکنی؟ والا صاحب چی کنیم؟ پاچویی از دست میره، وزارت از دست میره، ریاست از دست میره. بنان باید غلطی کرده بود. استغفر الله. اگر این کار کردی، این کار یهود کرده قبلا. عین همون شبرن به شبرین که پیامبر خدا علیه السلام میفرماید، اما تو باز میشود. به خاطر چوکی و قدرت هر کاری که از دست آمد کرده بود. نکته دیگری که با واسطه از او میتونیم وفا را نگاه بکنیم و اگر خدا نخواست متوجه برش نشدی بدبختی را ایجاد میکنه. ولا تلبسوا الحق بالباطل، گرد نکنید حق را با باطل. حق را با باطل گرد نکنید. و تکتموا الحق و انتم تعلمون، و میپوشانید حق را در حالی که شما خوب میدانید. حق با باطل نامیزید. تو خلطش بکنی که مردم نفهمتی، ولی من چی کنم؟ تو کاری را نکنی، مردم را فریب نتین، بعد دین غلط تشریح نکنین به مردم. ببینید که وفا به عهد بسیار مشکل است. در مقابل پول و دارایی ایستاد شدن بسیار مشکل است که قبولش نکنیم. گپ یکی از رفیقای من میگه در مقابل پول و دارایی ایستاد شدن ایمان عمری به کار دارد. ایمان ضعیف اما تو بند ریگی وارد تو میزنش که هیچ نمیتونی تحملش بکنی. ولی خب بسیار مشکل است که یک طرف زرق و برق دنیا باشه، یک طرفی پیام الهی باشه، یک طرف باز دیگه بشینی که دیگرها بگوید که دموکراسی و تو بگویی هیچ گپی نیست. خب ایمان به کار داره که بخیزی ریشخند است، خرافات است. خب ایمان به کار داره. اگر ایت ایمان در کجاست؟ در وقتی پیدا میشد که این آیه دوم تطبیق شود. و اقیموا الصلاة، برپا دارید نماز را. و آتوا الزکات، بدهید مال زکات را. و ارکعوا مع الراکعین، با جماعت مسلمانان باشید. سه نکته را باید کار کنیم. ما وقتی میتونیم با عهود خود وفا بکنیم. ما وقتی میتونیم که دین را نفروشیم. ما وقتی میتونیم که صفا دین را به مردم بیان بکنیم تا که قوت روحی ما قوی باشد. قوت روحی با قرتک زدن قوی نمی شود. قوت روحی با لباس های ظاهری قوی نمی شود. قوت روحی با بدعت ها قوی نمی شود. قوت روحی و اقیموا الصلاة، برپا دارید نماز را، اقامه بکنید نماز را. صلات معانی متعددی دارد. در قرآن کریم گاهی به معنای دعا آمده. ان صلاتک سکن لهم، یقینا ای پیغمبر دعای تو برای مردم وسیله آرامششان است. صلات به معنای رحمت است. اللهم صل علی محمد، پروردگار رحمت خود را نازل بکن به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. صلات به معنای عبادات است. و ما کان صلاتهم عند البیت، نبود عبادت ایشان در گرداگرد خانه کعبه. صلات به معنای نافله است. و امر اهلک بالصلاة، امر بکن خانوادت را بالصلاة، به نمازهای نافله غیر از فرائض. فرائض رو انجام میدی، غیر از فرائض در خانه‌ات کوشش بکن که نوافل تطبیق شود. سنت از زیر پای نکنی. از مال سرشفه گپ شده. یک تعداد برادرها کمک گلی نفهمیدن، باز آستاهایی که چی میگه این خو فرض است انجامش دادم، این خو واجب است انجامش. و سنت است گاهی میکنم گاهی نمیکنم دیگه. خدا سر ما لازم نکنه. استغفر الله. ما اینا نمیگن که سر لازم است. خودی برات میگن که والله اگر مستحبات و سنن اینا ترک بکنی به این واقعا نگذاری، هر ضربه‌ای که سرت میاد سر فرض و واجبت میاد. این در حقیقت دیواری محکمی است. هر قدر مستحبات نگاه کردی، سنن نگاه کردی، اما باز واجبات فرائضت مسئول میماند. هر قدر که در اون طرف سستی کردی، هر ضربه‌ای که میاد به فرائض و واجباتت میاد و این ضربات خامخا میاد. بناهن
در اینجا هم الله جل جلاله به ما امر میگه که ببین و امر اهلک بالصلاه واصطبر علیها، خانواده‌ت هم امر کو، خودت هم محکم باش، خودت هم باید محکم باش. صلات به معنای قرائت در قرآن کریم میگه ولا تجهر بصلاتک ای بقرائتک، آواز خود را به قرآن بسیار بلند نکن، تو باید متوجه باشی. خب میگه ببینید که جهر بچی نکو، به قرائت نکو، بلکه در میان از او راه را پیدا بگی. و آخرین معنا که در اینجا مراد است و اقیم الصلات، برپا دارید نماز را، که عبارت از افعال مخصوصه به شکل مخصوصه در زمان مخصوصه و به قرائت مخصوص است که ما شما میبینیم که با تکبیر شروع میشه و با تسلیم ختم میشه. و اقیم الصلات، نماز برپا دارید. در باب نماز انشاءالله یک تفصیل بزرگتری خواهیم داشت در آینده انشاءالله. و آت الزکات و بدهید زکات را، مال زکاتتان را هم باید بدهید. زکات دو معنا دارد، یکی به معنای زیادت و یکی به معنای پاکی. مال مشخصی است که الله جل جلاله در مال یک مؤمن گذاشته است که ایست دادن امی مال مشخص وسیله پاکی مال مؤمن می شود، وسیله زیاد شدن مال مؤمن می شود. دو نکته می دهد. این زکات در 20 مثقال طلا لازم می شود، در صورتی که این 20 مثقال طلا از مسکن و حوائج اصلی تو مسلمان چی باشد؟ زیاد باشد. و سرزی 20 مثقال طلا 1 سال پورا سپری شود. مراد از 1 سال سال قمری، نه سال شمسی. این نکته را دقیق بگیرین که اعتبار شرعی سال قمری دارد، ماهای قمری دارد، نه ماهای شمسی و نه هم سال شمسی. 1 سال قمری به مالت بگردد. بعد از این که 20 مثقال طلا برابر است به 84 گرم طلا به یک تعبیر، و آخرین تعبیر اگر بگذارن 75 گرم طلا، و بلندترین عددی که بر ذکر شد 100 گرم طلا. خب بهترین که بانک اسلامی به او عمل میکنه 85 گرم طلا است. 85 گرم طلا امروز مساوی میشه به 1,35,000 افغانی که در افغانستان فعلا مروج است. یعنی هر وقتی که ما همه قبول داشته باشیم سر ما شما زکات است. چه وقت؟ در وقتی که 1 سال قمری بر مال ما شما بگذرد. بعد از این از امی 85 گرم طلا 2.5% چی میتیم؟ زکات میتیم. یعنی هر قدر که بالا هم برود کل سرمایه تا 2.5% همیشه در 1 سال زکات میتیم. 2.5% دیگه تعبیر هم میتونیم بشناسیم. کل سرمایه تقسیم 40 بکو 1 حصه زکات است. کل سرمایه تقسیم 40 1 حصه زکات. اگر این کار کردیم نتیجه چی میدهد؟ و آت الزکات. دو فایده. یکی که مالت پاک می شود، مالت پاک می شود. خداوند متعال خطا و لغزشی که اگر سر زده از پیش داده باشه با او تو را مؤاخذه نمی کند. دوم مالت پاک می شود، شخصیتت پاک، مورد انتقاد مردم قرار نمیگیری. دیگه ای که مالت برکت پیدا می کند. مال که برکت پیدا بکنه باز امروز وارد نمیشه. هر چیز در خانه میاری یک مصبری نشده باش خلاص شده باش. هر قدر که نان میخوری سیر نمیشه. باز برکت در خانهت میاد چند وجه. اتفاق در خانهت میاد، مالت زیاد میشود، مرض گم میشود و شخصیت پیدا میکنه. این منافع عادی است که الله جل جلاله یک حکم بزرگ برای ما شما داده است. ورکعوا مع الراکعین، و رکوع بکنید با رکوع کنندگان. یعنی به این معنا که شما رکوع با رکوع کنندگان بکن. گوش کنی که در خانهت نماز تنها نخونی. هر کسی که هستی، در هر مقام کسی در مسجد بیا. هیچ کس حق نداره که خود را از مسجد کنار بکشد. اگر میکشد ضرر به خودش است. تأویل نباید بکن. در مسجد باید نماز بخونی. زیرا حضرت عمر در مسجد نماز خوانده، ابوبکر صدیق در مسجد نماز خوانده، حضرت عثمان در مسجد نماز خوانده، حضرت علی در مسجد نماز خوانده و این مبارکا غالبا شهید هم در مسجد شدن. بنا نمیتونی که به عنوان از خدا بکشی والا صاحب
اگر بیایم کسی ما را نکشه، بکشه دیگه چی؟ یه کشتن، از کشتن میترسی؟ الله که بر تعیین کرده والله که یک روز پیش پس شود. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون. به باور داشته باش. اگر کسی در مسجد کشته شده که در کار خوب دیگر کجا؟ وضو حتما داشته باشی، به الله ایستاده هستی و به خاطر خدا سجده میکنی. بنابراین ترس از خدا باید داشته باشیم. هرگاه کلانا در مسجد به نتایج میفهمید چی میشود و جوانا و کلگی باز نه، مسجد جای خداست. هرگاه بزرگا در مسجد به وزیر صاحب که در مسجد به وزیر، این مامورین چپل خود به خود میاد. وقتی که وزیر نبیاد مامور چی میکنه؟ که والله چی کنیم دیگه؟ می تجربه بکنیم. کلانا بیاد در نماز خدا خود به خود میاد. ورکعوا مع الراکعین. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حدیث زیبا میفرماید که اگر کسی را به مردم ری سفید میگماشتم که به اینا نماز بده و من میرفتم خانه و کسی که به جماعت نیامده و خانهش برش در میداد. اصلا واضح است. اصحاب کرام که علائم منافق یکی هم نبود او در مسجد است. یکی از علائم، کسی در مسجد نمی، یکی از علائم نفاق. ما را متهم به نفاق میکرد. پروردگار توفیق به ما شما عنایت بکنه که در این باب ضعف نکنیم. صفت دیگری به ما میگن مردم را به کارهای پسندیده و نیک و فراموش میکنه خوشتن را. و انتم تتلون الکتاب، و شما میخوانید قرآن را، شما میخوانید تورات را. افلا تعقلون، نمیاندیشید، تعقل نکردین، تدبر نکردین. از این خاطر است که ابراهیم نخعی رحمت الله علیه او میفرماید که کسی برش گفت در یک مجلس که یک چیز خب به ما بگو. ابراهیم نخعی را کسی گفت که یک چیز خب به ما بگو. رسول مبارک گفت که والله در قرآن کریم یک 3 آیت است که ما را منع میکنه که به شما چیزی بگو. اونا گفتن این چی است که ما را منع میکنه؟ میگه الله میگه اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. مردم را به خوبی ها دعوت میکنین. بر در حقیقت به معنای دشت وسیع است. هر قدر که از پیش خاک ببری خلاص نشود، هر قدر بگردی خلاص نشود. اعمال صالحه را چرا بر میگه؟ به خاطر اینکه انسان رحمت و وسعت میده، شخصیت میدهد و جایگاه برات میدهد، بزرگت میکند. و تنسون انفسکم، و خود فراموش میکنید. و دیگه جا که الله میگه یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. و مسلمانان که ایمان آوردن دعوای ایمان میکن، چرا او چیزی را که میگن خود عمل نمیکنه؟ نزد الله سخت است. کبر من عند الله، بسیار سخت و بد و زشت است نزد خداوند متعال کسی که سخن میگه به عمل نمیکنه. و سوم میگه قول با وجودی که شما را امر بکنه خود مخالف از او باشه، نه خودم عمل میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب کرام عمل میکردن، از این خاطر الله برشان عزت داده بود. بنی اسرائیل به دیگران میگفتن خود عمل نمیکردن. ولی قریب است که ما متشابه، ما به دیگران میگیم با تاسف که در خود ما مشکلات وجود داره. لطف دعا بکنید که خداوند متعال قشری که دین تشریح میکنه اونها را خدا عالم به دین بگرداند، عامل بر دین بگرداند. اگر علما عمل به دین نکرد، عوام هیچگاه عمل نمیکنه. از این خاطر است که منهم یخرج الفتن و فیهم تعود، از اینها فتنه ها بیرون میشه پس در اینها فرود میرود. از این خاطر است که اگر علما عمل به دین نکرد، مشکلات هم در دنیا پیدا میکند و هم در امن، در هر چیز. حالی کارم بسیار مشکل است. چگونه ما چیزی که میگن با او عمل بکنیم؟ هیچ بیچارگی را نسخه قرآن هم مرض میته، هم نسخه علاج میته. هر دو کارا میکنه. واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا علی امورکم، در کل امورتان مدد بجوید، بالصبر و صبر و الصلاة و نماز. و انها لکبیرة، و مسلما این وصیت به نماز و صبر بسیار دشوار و گران است، الا علی الخاشعین، مگر به عاجزان. کسی که عاجز است میتونه که هم نماز خوب بخواند و هم استقامت بکند. استعینوا، این امر است. واستعینوا در کل امورتان، چی در رابطه با خودتان با خدایت، چی در رابطه با خودت، چی در رابطه خودت با جامعه،
نمیتونی، بسیار ضعیف است. خلق الانسان ضعیفا. چی کاری میکنی؟ در خود استعداد پیدا بکن. بالصبر، به صبر. امام مجاهد رحمه الله میگه که مراد از صبر در اینجا روزه است. در حل مشکلاتتون از خدا کمک بخواهید. به صبر بچی به روزه. روزه بگی بعد از او به الله التجا بکن. انتظار از این را بکش که نان سر سفره‌ت بیاره. لو دست تواضع و نیایش را به الله بگی خدا این مشکل مرا حل کن. پروردگار من خو عاجز هستم، من خو ناتوان هستم، یا الله از دست من خو هیچ چیزم نمیاد. با اون مولای حقیقی رجوع بکن، الله مشکل تا حل میکنه. و الصلاه، و نماز رو بیار. مشکل تا پیدا کردی نماز حاجت بخوان. 2 رکعت نماز بخوان در هر وقتی که است و به الله دل سے التجای تا بلند بکن. خدایا با این تسبیح، با این تحلیل، با این تکبیر، با این قرائت کتابت، با این رکوع سجده‌ای که به تو کردم، با این درودی که به پیغمبر عرض کردم، یا الله این مشکل مرا رفع کن. الله برات حلش میکنه. بهترین وسیله نجات. و انها لکبیره و مسلما وصیت به اینی صفات نیکو. لکبیره بسیار بزرگ و دشوار است. امام مجاهد میگه و انها لکبیره، مسلما خواندن نماز، استعانت توسط نماز بسیار دشوار است، الا علی الخاشعین، مگر با آنانی که خاشع است، فروتن و عاجز هستند. این مردم را استثناء میکنه. عبدالله ابن عباس رحمه الله میگه الخاشعین المتصدقین بما انزل الله، آنانی که تصدیق کنندگان هستند با آنچه که الله برش نازل کرده. اینی را خاشع میگه. خاشعی را نمیگه که شکست بخوری باز تو خاشع شوی. خاشعی را میگه کسی که باور به کتاب داشته باشه، اگرچه در ظاهر پیرای کافرات سر ما بگرده ولی خود باور به دین دارد. خاشعی را نمیگه که در مقابل ظلم گردن بگذاری، این تو نیست. الا الخاشعین، مگر آنانی که اونها تصدیق دارن، باور دارن با آنچه که الله جل جلاله نازل کرده. خود قرآن تشریح هم میکند الذین یظنون، مردم خاشع کسی است که یظنون یقین دارن انهم ملاقو ربهم، اینها ملاقات کننده هستند پروردگار خود را، و انهم الیه راجعون، و این که ایشان خامخا به سوی او باز میگردند، به الله باز میگردند. یعنی ببینین که به ملاقات پروردگارشان یقین دارد و نمیگه که دنیا که ختم شد دیگه بار زندگی نیست. نه، یا الله با تو ایستاده میشن، تو از پیشم پرسان میکنی از نقطه نقطه. خداوند متعالی صفات را در وجود ما و شما بیاری. صفات بسیار مهمی است، ایره در زندگی خود بیارین. یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، یاد بکن احسان مرا، التي انعمت علیکم، که احسان کردم برای شما، ارزانی داشتم برای شما، و انی فضلتکم علی العالمین، و ما برتری بخشیدم شما را علی العالمین، با عالم زمانتان. عالم را قبلا تفسیر کرده بودیم، با اوجا مراجعه بکنیم. علی العالمین، با عالم زمان شما را چی دادم؟ برتری دادم. اگر با این صفات خود حفظ میکردین تا با آخر دنیا هم شما را برتری میدادم. واتقوا یوما، بترسید از عذاب روزی که لا تجزی نفس عن نفس، مجازات نمی شود کسی بجای کسی دیگری، ولا یقبل منها شفاعت، و قبول نمی شود در آن سفارش، ولا یؤخذ منها عدل، و گرفته نمی شود در آن جای فدیه، ولا هم ینصرون، و نه هم مدد کرده شوند، هیچ کاری نمی شود. ببینید بسیار عجیب است. واتقوا، بترسید، بپرهیزید، عذاب یوم، از عذاب روزی که لا تجزی نفس عن نفس، مجازات نمی شود کسی به عوض کسی دیگری، این کار نمی شود. هر کس جواب خود را می دهد، هر کس جواب خود را می دهد. نمیدونی کسی نماز نمی خوانه، روزه نمیگیره، باز در قبرش برش پوین شد که اگه این فلانه آمد بازی تو برش بود، اگه فلانه آمد بازی تو برش بود، اگه فلانه آمد بازی تو برش بود. این رقم چیز نمی شود. یا برو بچه‌ت باز به عوض نماز می خوانه، این کار نمی شود. یقین به داشته باشید. ولا یقبل منها شفاعت، و سفارش هم دو قبول نمی شود. شفاعت از ماده شفاعت به معنای یک جا کردن دو چیز که از هم جنس نیست. یعنی شفاعت کدام پارتیزاینی نیست که تو فکر بکنی که فلانه برو خداوند متعال شفاعت ما را میکنه که رسول الله است. نمی شود. یک چیز باید وجود داشته باشه که چیز دیگری همراهش یک جا شود که شفاعت شود، دو شود.
یک چیز که باید داشته باشی و ایمان به الله جل جلاله و توحید به الله، یعنی حاکمیت الله و عظمت الله، اقرار به وحدانیت الله، را باید داشته باشی. در عمل سستی وجود دارد. موحد است و پیغمبر خدا ایمان دارد، به حشر و نشر ایمان دارد، به عذاب قبر ایمان دارد، به کل باورها باور دارد. در عمل ضعیف است. او جامعه را عقیدش بسیار خوبش است، عقیدش خرافی نیست، ولی در اعمال خرابی، کمبود در اعمال دارد. اینی انسان را الله جل جلاله چی میکنه؟ شفاعت برش لازم میکنه. دیجا رد شفاعت قهری است که کس در سینه خود بزنه که فلان شفاعت مرا میکنه. استغفر الله. قهرا سر الله کسی شفاعت کرده نمیتونه. من ذا الذی یشفع عنده، امو قدرتی که پیش الله سفارش میکنه کی است؟ مگر اینکه الله برش اجازه بده. بنان ایمان باید باشه تا که شفاعت صورت بگیره. ایمان نباشه شفاعت نیست. با مشرک شفاعت نمیشود، با کافر شفاعت نمیشود، و عین شکلش بر مبتدیم شفاعت نمیشود. چرا؟ کسی که شفاعت میکنه پیامبر خدا علیه السلام، تو خلاف طریق پیامبر خدا برو، با پیامبر شفاعت میکنه. سر سنت پیامبر خدا پای مانده برو، او را قبول نکن، باز پیغمبر شفاعت تو را میکنه. طریق پیغمبر اعلام بکن، طریق شخصی دوم قبول کرده برو، باز پیغمبر تو را شفاعت میکنه. استغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.